من الله رو دارم، چی کم دارم؟ خوشا آنان که الله یارشان بی، به حمد و قل هو الله کارشان بی. خوشا آنان که دائم در نمازن، بهشت جاودان بازارشان بی. اونا هر لحظه وسط بهشتن، بیدارت کردن که بهت بگن تو هر لحظه میتونی تو بهشت باشی، یا منتظر نمونی یه دفعه یه سالی از دنیا بری بعدم باش تو رو بردارن دستتو بگیرن ببرنت بهشت. بهشت نقده ها، هر چی خدا داره نقده ها. اگر اینجا بهشت رو پیدا کردی اونجا هم پیدا میکنی، اینجا پیدا نکردی اونجا هم پیدا نمیکنی. بهشت نقده ها، هر چی خدا داره نقده ها. بهشت همینجاست، تو همون لحظه ایست که تو الله رو میاری به عنوان عزیزترین عزیز زندگی خودت، روبروی خودت میذاری در دل سحر و باهاش حرف میزنی. من الله رو دارم، چی کم دارم؟ دفترچه‌تو میذاری روبروت، هر چی که دوست داری، عین یه بچه 6-7 ساله که برای خدا نقاشی میکشه، حرف میزنه، درد و دل میکنه، خواسته هاشو میگه، میشینی با خدا حرف میزنی. تمام کارهایی که از کودکی حست بهت میگفت با الله اینجوری حرف بزن، اینجوری گفتگو کن، الان انجام بده. نگو الان 40 سالم شده دیره، 50 سالم شده. نه، تو برای الله یک نوزاد تازه متولدی. تو برای الله همین امشب به دنیا اومدی، همین چند دقیقه قبل که صدات کرد. الله تو رو 50 ساله نمیبینه. من الله رو دارم، چی کم دارم؟ عین یک نوزاد تازه متولد شده. الله به خطاهای گذشته ما کاری نداره، ما خودمون خطاهای گذشته خودمون رو ول نکردیم. این کوله بار پر از خطای گذشته خودمون رو زمین نمیذاریم. انگار خوشمون میاد هر لحظه یاد کنیم از خطاهامون. الله میگه من به گذشته تو کاری ندارم، چرا تو خودت گذشته تو ول نمی‌کنی؟ چرا بیخیال نمیشی به قول امروزی ها؟ چرا رها نمی‌کنی؟ تو برای من تازه متولدی. الله هر لحظه به تو عشق می‌ورزه. بزرگترین خطای دنیا رو مرتکب شدی، الله از لحظه‌ای که تو خطا مرتکب شدی دنبال یه چیزه که فقط بهت بگه که برگرد. اولین دور برگردونی که نگاه کردی دیدی میشه برگشت، برگرد. اگه داری مسیر رو اشتباه میری برگرد.
سریع همون لحظه بگو استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه. متوجه شدم اشتباه رفتم، تابلو رو دیدم الان، استغفر الله ربی و اتوب الیه، تابلو رو دیدم، فهمیدم کاری که کردم خلاف شأن الهی من بود، خلاف خدایگونگی من بود. برگرد، عیبی نداره. الله نمیگه اگر 2 تا تابلو رو اشتباه ندیدی، حواست توی رانندگی زندگی به تابلوهای سمت چپ و راستت نبود، حالا چون 2 تا تابلو رو ندیدی دیگه برو که برو. الله نمیگه برو که برو، میگه دور بزن، برگرد، عیب نداره. من میدونم ذات این دنیا فراموشکاریه، من میدونم تو یادت میره، من میدونم عوامل حواس پرت کنی تو زیاده، حواستو پرت میکنن. استغفر الله ربی و اتوب الیه، حواستو پرت میکنن. استغفر الله ربی و اتوب الیه. تمام عوامل فریب تو هرچی که هستن، پول، مقام، اسم و رسم و شهرت، حریف قدرت الله نمیشن. هر کس تو دنیا تو رو میخواد گول بزنه، از پول بگیر، از مقام بگیر، از اسم و رسم و شهرت و عوامل فریبای دیگر، حریف قدرت الله نمیشن. استغفر الله ربی و اتوب الیه. همین الان که تو این فرکانس قرار گرفتی، داری پیام الله رو گوش میدی، همین بهت نشون میده که والله غالب علی امره. قدرت خدا مافوق تمام قدرت هاست، هیچ کس حریف قدرت الله نمیشه. ببین چه جوری آورده ساعت 5 صبح 4 صبح سر کلاس درس. تو باور میکردی الله تو رو ساعت 4 صبح بیاره بشونه سر کلاس درس؟ تو ساعت 10 صبح هم سر کلاس نمیری. تو از کلاس و درس و این مسائل گریزان بودی، فراری بودی، اصلا گوشات حوصله شنیدن این حرفا رو نداشت. دیدی چگونه ساعت 4 صبح الله با عشق صدات کرد؟ دیدی با چه نقشه ای صدات کرد؟ از همین چند هزار نفری که الان تو همین کلاس پای درس نشستن، شاید 50% فکر نمی کردن بتونن به این راحتی بیدار بشن. ولی قرار الله این نیست که تو بیدار بشی، قرار الله بیدارت بکنه. چون الله محبت در حق تو رو بر خودش واجب کرده. کتب ربکم علی نفسه الرحمه. الله در ژن خودش، در دی ان ای خودش، در ذات خودش نوشت من وظیفمه که مهربانانه تو رو حفاظت کنم، هدایت کنم و حمایت کنم. قدرت خدا مافوق تمام قدرت هاست، هیچ کس حریف قدرت الله نمیشه. اگر بخواید برای این لحظه قیمتی رو در نظر بگیرید، این لحظه رو چه قیمتی میگذارید؟ آیا میدونستید که هر لحظه یک قیمت خاص داره؟ لحظه ای که شما
مشغول تماشای صورت پدر یا مادر عزیز یا یکی از عزیزان خودتون هستید، اون لحظه خیلی لحظه قیمتی است. با لحظه ای که من در بی‌تفاوتی و ناآگاهی هستم خیلی تفاوت داره. لحظه ای که من غرق شور و عشق و قدرت و محبت خدا میشم، هیچ کارشناسی نمیتونه روی اون لحظه قیمت بگذاره. قیمت لحظه ای که یک قطره در اقیانوس و دریا محو میشه قیمتش چنده؟ قیمت این بیداری چنده؟ برای این لحظه بیداری خودت یه قیمتی بگذار تا متوجه بشی که تو چقدر همین لحظه ثروتمند هستی. نه اینکه بخوای ثروتمند بشی، تو ثروتمند هستی، ولی کسی بهت یاد نداد که این بیداری، این هوشیاری، این آگاهی، این نوازش دستان خداوند چقدر قیمت داره. از بچگی هر وقت خواستن دارایی رو به تو بگن، گفتن ملک، مغازه، پول، کارت پول، شماره حساب بانکی. نگفتن اون لحظه ای که خداوند تو رو صدا میکنه و تو رو آماده میکنه برای یک گفتگو، دیدار و معاشقه، قیمتش چنده؟ تو همین الان 1 میلیاردر هستی، فکر نکن تو فقیری. هر لحظه ناظر بر حس خودت باش. ببین آیا همین الان حس یک مولتی میلیاردر رو داری؟ تو یک دارایی داری که متاسفانه هنوز قیمت اون دارایی رو کسی برای تو کارشناسی نکرده. تو خدایی رو داری که تمام هستی به عشق اون خداوند در جنب و جوش و خروش هستن، ولی تو هیچ قیمتی برای اون خداوند هیچ وقت نگذاشتی و اصلا اونو عددی حساب نمی کردی. الحمدلله رب العالمین. حواست باشه که بزرگترین مربی و عاشقترین مربی عالم در کنار توست، رب العالمین، و محبتش و پرورش از سر محبتش هم مختص به این 60-70 سال نیست. میلیاردها میلیارد ساله که با توست و میلیاردها سال بعد از این هم با توست. مربی توه، مربی که با عشق آموزش میدهد. الرحمن الرحیم. بسیارم تو رو دوست داره. اصلا بدون تو انگار زندگی براش مزه نداره. اصلا انگار بدون تو یه چیزی کم داره. هیچ قلبی پیش او مردود نیست، چون که قصدش از خریدن سود نیست. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه مر بر بندگان جودی کنم. من اصلا نیازی به عبادتهای تو ندارم، ولی خیلی تو رو دوست دارم. مدل دوست داشتن من از سر بی‌نیازیه. مالک یوم الدین، برای روز ملاقات با تو داره لحظه شماری میکنه. یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. هیچ کس نمیتونه اون انرژی که من بهت میدم و بهت بده.